توی کنترل خط باسن اگه 1/2 دور باسن به اضافه 1 کنیم و به اضافه خلأ الگو از نقطه 4A بیرون بیفته، مثلا اینجا شد نقطه 43، فاصله 4A تا 43 رو اندازه گرفتیم، شد 6 سانتی متر. اگه ما بخوایم این 6 سانت رو کلن از خط پهلو بیایم بیرون که اینجا میشه 3 سانت و اینجا 3 سانت، این خط پهلومون حالت خیلی هلال میگیره. به خاطر همین 2 سانتش رو از خط پهلو یعنی نقطه 14 میایم بیرون، 2 سانتش هم از نقطه 13 میایم بیرون، 2 سانتش هم از نقطه 4A که خط وسط پشت هست میایم بیرون. همه اینا رو به خط کمر وصل میکنیم. اینطوری شخصی که باسنش گرده این الگو خیلی عالی روی تنش میخوابه. تمام.